سلام، خیلی خوش اومدید. داخل این ویدیو قراره با هم درس 13 کتاب 504 واژه ضروری رو بررسی بکنیم. داخل ویدیو قبلی درس 1 تا 12 بررسی شد و تو این ویدیو رسیدیم به درس 13 اون که به جمله آغاز شده از آبرام لینکلن of a flow liar. He can compress the most words into the smallest ideas of any man I ever met. خب این جمله خیلی کلمه مبهمی نداره غیر از کامپرس که معنی فشرده کردنه و میگه که اون میتونه بیشترین کلمات رو داخل کوچکترین ایده های هر مردی که من دیدم بگنجونه یا مثلا فشرده بکنه که اینجا بیشتر معنی گنجوندن میده. این اسم کلمه اول journalist one who writes for edits manage or produce a newspaper or magazine. روزنامه‌نگار و خبرنگار رو از ژورنالیست استفاده میکنه. A. There were 4 journalists covering the murder story. میگه 4 تا روزنامه‌نگار بودن، 4 تا خبرنگار بودن که داشتن روی موضوع قتل کار میکردن. B. Barbara's experience working at the bookstore wasn't adequate preparation for becoming a journalist. میگه که تجربه باربارا توی کتاب فروشی خیلی کافی و مناسب نبود، در واقع شروع مناسبی نبود که یه روزنامه‌نگار بشه. For becoming a journalist. C. Journalists must have comprehensive knowledge of the city where they work. میگه که روزنامه‌نگارا باید یک دانش کامل و جامع داشته باشن از اون شهری که توش کار میکنن. comprehensive داخل درس قبلی هم داشتیم به معنی جامع و کامل. کلمه دوم که قرار یاد بگیریم famine. starvation, great shortage. قحطی از famine استفاده میکنن. Famine in Africa caused a death of 1/10 of the population. اینجا 1/10 به معنی 1/10 یا همون 10%، 10% of the population. population رو درس قبلی داشتیم به معنی جمعیت. B. There has been a famine of good writing in the last decade. اینه که یه قحطی، یه نایابی خاصی بوده توی انشاهای خوب، رایتینگ های خوب توی این دهه اخیر، in the last decade. C. The rumor of a famine in Europe was purely fiction. rumor چیه؟ اولا rumor میشه شایعه. The rumor of famine in Europe was purely fiction. میگه شایعه قحطی توی اروپا کاملا تخیلی بوده. was purely fiction. صرفا تخیلی بوده. و کلمه سوم revive. bring back or come back to life or consciousness. revive نجات دادن یه نفر، زنده کردن مثلا میتونیم معنا بکنیم. A. There is a movement to revive old plays for modern audiences. میگه که این یه جنبشیه که میتونه بازی قدیمی رو زنده نگه داره یا برگردونه به بازی با تماشاچی و طرفدارای مدرن خودش. B. The nurses tried to revive the heart attack victim. یه پرستارا سعی کردن که قربانی هارت اتک رو، یعنی سکته قلبی رو ریوایو بکنن، سیفش بکنن. C. Committees are trying to revive interest in population control. میگه کمیته دارن کلا تلاش میکنن تا علاقه رو به سمت کنترل جمعیت بیشتر بکنن که خیلی نکته خاصی نداشت. این کلمه ریوایو اکثرمون دیگه شنیده بودیمش. و میرسیم به کلمه چهارم comments. Begin your start. Graduation will commence at 10 o'clock. B. Bella hesitated before commencing her speech. C. The discussion commenced with a report on urban affairs. خب از همین C شروع بکنیم که میگه discussion commenced with a report on urban affairs. خب urban داشتیم داخل درس قبلی، دقیقا مخالف رورال بود. urban معنی شهری، رورال به معنی روستایی. affairs هم که میشه امورات، حالا مثلا urban affairs امورات شهری. میگه که موضوع بحث شروع شد با یک گزارش از مثلا امورات شهری. B. Bella hesitated before commencing her speech. میگه قبل از اینکه سخنرانیشو شروع بکنه یکم دودل شد، مردد شد. و جمله اول هم که میگه graduation will commence at 10 o'clock، میگه که جشن فارغ التحصیلی ساعت 10 شروع خواهد شد. commence پس میتونیم ازش به عنوان همون start و begin استفاده بکنیم. کلمه پنجم observant. quick to notice, watchful. We were observant of the conflict between the husband and his wife. میگه که ما شاهد بودیم، ما ناظر بودیم. quick to notice و watchful میشه همین
معنی observer ناظر یه چیزی بودن، شاهد یه چیزی بودن. میگه ما شاهد اون درگیری بین زن و شوهر بودیم. B. Because Kado was observant, he was able to reveal the thief's name. میگه که چون کدو شاهد بود اون میتونست راحت اسم دزد رو آشکار بکنه، شفاف سازی بکنه. ریویل که داخل درس قبلی هم داشتیمش. C. Milt uses excellent vision to be observant of everything in his vicinity. میگه که میلت از دید خیلی خوبش استفاده کرد تا مراقب باشه، هر چیزی مراقب و ناظر هر چیزی که اطرافش هست باشه. ویسینیتی میشه اطراف around. و کلمه ششم identify recognize as being or show to be a certain person or thing proved to be the same. identify شناسایی کردن. A. Numerous witnesses identify the butcher as the thief. butcher میشه قصاب و numerous میشه تعداد زیادی. میگه شاهد متعددی قصاب رو به عنوان دزد شناسایی کردن. B. Mrs. Shaw was able to identify the painting as being hers. میگه که خانم شا میتونست راحت اون نقاشیه رو شناسایی بکنه. With only a quick glimpse, Reggie was able to identify his girlfriend in a crowd. میگه که با یه نگاه کوتاه ریگی میتونست راحت دوست دخترش رو داخل جمعیت پیدا بکنه، شناسایی بکنه. identify و همچین معنا استفاده میشه. 7. Migrate. Move from one place to another. The fruit pickers migrated to whatever they could find work. B. Much of our population is constantly migrating to other areas of the country. خب این جمله بیو نگاه کنیم. میگه اکثر جمعیتمون دائم به طور متداوم دارن از اینجا به نواحی دیگه مهاجرت میکنن. migrate. Move from one place to another. پس میشه مهاجرت کردن. C. My grandfather migrated to New York from Italy in 1990. میگه که پدر بزرگم به نیویورک مهاجرت کرد، یعنی از ایتالیا اومد نیویورک تو سال 1919. خب میرسیم به کلمه هشتم vessel. A ship, a hollow container, tube containing body, fluid. vessel کلا به معنی کشتیه و در بعضی از مثالا به معنی رگ هم استفاده میشه. A. The Girl Scouts were permitted a glimpse of the vessel being built when they toured the Navy Yard. میگه که به اون دختر اجازه دادن وقتی که داره در واقع از اون نیوی یارد نیروی دریایی بازدید میکنه، یه توری هستش، یه نگاه اجمالی، یه نگاه کمی هم به اون کشتی در حال ساخت داشته باشه. being built داره از گرامر پسیو استفاده میکنه و گلیمس هم که در درس قبلی داشتیم یه نگاه کوتاه و از گلیمس استفاده میکنم. B. My father burst a blood vessel when he got the bill from the garage. این burst a blood vessel متافر یا کنایه است، اینجوری استفاده میشه. اگه بخوایم لغوی معنی بکنیم طبیعتا اینجوری میشه که مثلا رگش پاره شد و از اینجور حرفا، ولی معنای اصلی چه شکلیه که my father burst a blood vessel یعنی اینکه رگش باد کرد، عصبانی شد، خیلی عصبانی شد وقتی اون قیمت صورت حسابو دید. 9. Persist. Continue firmly, refuse to stop or be changed. البته این مثال سومش رو نخوندیم و اگریم Congress voted to decrease the amount of money being spent on space vessels. خب میگه کنگره رأی داد که اون هزینه واسه ساخت کشتی فضایی رو کاهش بده. decrease داخل درس قبل داشتیم مخالف increase افزایش دادن، decrease کاهش دادن. و الان میرسیم به کلمه نهم persist, continue firmly, refuse to stop or be changed. یعنی پافشاری کردن، اصرار کردن روی موضوعی از persist استفاده میشه که مترادفش میتونیم از insist هم استفاده بکنیم. The humid weather persisted all summer. میگه هوای مرطوب کل تابستون رو ادامه داشت. B. Would Lauren's behavior persist? We all wondered. میگه این رفتار عجیب غریب لورین ادامه پیدا میکنه چون هممون تعجب کردیم. C. Lloyd persisted in exaggerating everything he said. میگه کلا لوید اصرار داره هر چی که تعریف میکنه رو مبالغه بکنه، بزرگ نمایی بکنه. 10. Hazy, misty, smoky, unclear. A. The vicinity of London is known to be hazy. میگه اطراف لندن همیشه به این معروفه که اینجوری میشناسنش که هوا غبارآلوده.
B. Factories that pollute the air create hazy weather conditions. میگه کارخونهایی که هوا رو آلوده میکنن، آلودگی هوا ایجاد میکنن، باعث میشن که هوا غبارآلود بشه. و مثال آخر although Cora had a great memory she was usually hazy about the details of our meeting on January 16. اگه دقت بکنیم اینجا هیزی و هم مثل اسموکی آنکلیر رو معنی کرد، یعنی گنگی، یادت نمیاد یه چیزی آنکلیر به همین معناست دیگه. میگه اون she was unusually hazy about details، میگه کلا یادش نبود، اون اطلاعات واسش گنگ بود. 11 گلیم، حالا اینجا کلمش خیلی خوب نمیفهمه، داخل مثالا پررنگ نشون داده. گلیم a flash or beam of light. A gleam of light shone through the prison window. گلیم کلا یه نور کمی و از گلیم استفاده میکنه. حالا یه لامپ ضعیف دور میتونه باشه، یا کلا نوری که خیلی کمه و از اون مقدار خودش خیلی کم به ما میرسه از گلیم استفاده میکنیم. The only source of light in the cellar came in the form of a gleam through a hole in the wall. میگه که تنها منبع نور از این سوراخی توی انباری به ما میرسید که گلیم بود دیگه، خیلی ضعیف بود. My grandmother gets a gleam in her eyes when she sees the twins. یه در واقع سوسویی تو چشاش زد وقتی که دوقلوها رو دید. و کلمه آخر editor, person who prepares a publication, one who corrects a manuscript and helps to improve it. A. The student was proud to be the editor of the school newspaper. که مشخصه. B. Meredith's journalist knowledge came in handy when she was unexpectedly given the job of editor of the bulletin. میگه که فلان شخص، خدا اسمش کاری نداریم، به خاطر دانشی که راجع به روزنامه‌نگاری و خبرنگاری نداشت باعث شد که اینا به کارش بیان تا خیلی راحت بتونه از پس این شغل ادیتور بودن اون مجله بولتین یا اون بیانیه در واقع از پس اون کار خیلی راحت بر بیاد. C. It is undeniable that the magazine has gotten better since Ellis became editor. این غیر قابل انکاره که این مجله کلا بهتر شد از وقتی که الیس ادیتور اون مجله شده. میرسیم به بخش آخر words in use. Flying saucers again. Whenever journalists face a news famine, they revive the undeniably interesting question. میگه هر وقتی که روزنامه‌نگارا، خبرنگارا به یه قحطی از خبر رو میخورن، اونا خودشون رو ریوایو میکنن با چند تا سوال جالب. How can we explain UFO's unidentified flying objects؟ راجع به UFO میخواد حرف بزنه. The story usually commences with a description of the object by someone's observant night watchman. میگه که the story usually میگه که داستان کلا اینجوری شروع میشه با یه توضیح راجع به یه شیء خیلی عجیب غریب، یه نفر دیدتش داخل شب و کلا هم ادامهش بدیم. Some observant night watchman who doesn't hesitate to identify the object as having migrated from outer space. میگه مردد هم نیستش که اگه جای دور اومده اینجا، مطمئنه مردد نیست. The vessel he perceived appeared over the hazy lake. اینجا شده میشه. میگه the vessel کشتی he perceived پافشاری میکنه که از اون بره در واقع دریاچه که خیلی هوا به‌آلود بوده، هوا غبارآلود، prohibited him from seeing in exact shape he admits. اینو اعتراف میکنه. Newspaper editors love these stories because they keep the population interested in knowledge. میگه که در واقع ادیتورهای نیوزپیپرها، روزنامه‌ها عاشق این خبران، چون باعث میشه که مردم علاقه به این موضوع علاقه داشته باشن و خیلی بیشتر واسش خرج بکنن. و آخرم میگه که population interested in knowledge about the UFOs and keep them buying newspaper. دقیقا همینه که علاقه داشته باشن و بخرن. خب این درس خیلی چیز سختی نداره. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.